در حال حاضر همه کشورهای دنیا در حال بازسازی و اصلاح نظام آموزشی خودشونن. دو دلیل برای این کار وجود داره. اول به دلیل مسائل اقتصادیه. همه سعی دارن بفهمن که چطور به بچه‌هامون درس بدیم که در اقتصاد قرن 21 جای داشته باشن. در صورتی که حتی نمیتونیم اقتصاد یک هفته بعد رو پیش بینی کنیم. و بحران اخیر اقتصادی هم مسئله رو تشدید کرده. دلیل دوم مسئله فرهنگیه. همه کشورهای روی زمین سعی دارن بفهمن که چطور باید به بچه‌هامون آموزش بدیم که هویت فرهنگی خودشون رو حفظ بکنن و بتونن این فرهنگی رو به نسل بعدیشون منتقل کنن، در حالی که از فواید جهانی شدن هم بهره ببرن. این رو چجوری میشه محقق کرد؟ مشکل اینجاست که اونها در حالی به سمت آینده پیش میرن که دارن کارهایی که در گذشته انجام دادن هی تکرار میکنن. در این حین میلیون‌ها کودک رو مجبور میکنن به مدرسه برن، جایی که بچه‌ها توش هیچ هدفی رو نمیبینن. وقتی ما مدرسه میرفتیم این رو تو ذهنمون جا مینداختن که اگه تلاش کنیم و درست پیش بریم به دانشگاه میریم و کار پیدا میکنیم. بچه‌های امروزی به این اعتقادی ندارن. یه جورایی هم حق دارن. این روزا بهتره که مدرک تحصیلی داشته باشی، ولی این دیگه تضمینی برای پیدا کردن شغل نیست، مخصوصا اگه در مسیر رسیدن بهش همه چیزهایی که فکر میکنی برات مهمن به حاشیه برن. بعضیا میگن اگه قرار تغییر بزرگ ایجاد بشه باید استانداردها رو بالا ببریم. واقعا؟ بله واقعا. برای چی بیاریمشون پایین؟ اما مشکل اینجاست که سیستم فعلی آموزش با مبنای دوره خاصی از تاریخ ایجاد شده. در فرهنگ عصر روشنگری و در شرایط اقتصاد انقلاب صنعتی. قبل از میانه قرن 18 سیستم آموزش عمومی وجود نداشت. اگه پولشو داشتی میتونستی بری پیش یسوعیان درس بخونی. اما آموزش عمومی که پولش از مالیات گرفته میشه و برای همه اجباریه تا مرحله دریافت مدرک رایگانه. اون وقتا این ایده خیلی جالب به نظر میرسید. البته بعضی هم به این سیستم معترض بودن و میگفتن امکان نداره بچهای خیابون یا بچهای طبقه کارگر از آموزش عمومی استفاده کنن چون قادر به یادگیری نیستن. پس چرا باید وقتمون صرف این کار بکنیم؟ در همین روال چندین برداشت از ساختار و ظرفیت جامعه ایجاد شد که بر اساس اقتضاعات شرایط اقتصادی جامعه تقسیم میشد، ولی درون خودش مدلی برای ذهن داشت که در حقیقت تاثیرپذیرفته از نگاه عصر روشنگری اروپایی به مقوله هوش و استعداد انسانی بود. با این نگاه هوش حقیقی شامل ظرفیت انسان برای دریافت اشکال خاصی از تفکر استنتاجی و دانش نظری کلاسیک بود که حاصلش میشه توانایی آکادمیک و این عمیقاً در ساختار ژنتیک آموزش عمومی وجود داره و باعث میشه که دو گروه آدم داشته باشیم، آکادمیک و غیر آکادمیک، بچه زرنگا و بچه تنبلا. و این باعث میشه که خیلی از آدم‌هایی که استعداد زیادی دارن فکر کنن که هیچ استعدادی ندارن، که اینها همه محصول نوع نگاه عصر روشنگری به مقوله ذهن و استعداده. پس دو ستون اصلی داریم، ستون اقتصاد و ستون آموزش. و نظر من اینه که این مدل نتیجهش هرج و مرج و بدبختی بوده. البته برای عده قلیل خوب بوده و ازش نفع بردن، ولی برای بیشتر مردم اینطوری نبوده. اونها بیشتر از این رنج کشیدن. این یه اپیدمی مدرنه که کاملا ساختگیه. این طاعون ADHD یا همون اختلال تمرکزه. این نقشه پراکندگی ADHD در امریکاست. یه نقشه جاهایی که مراجعه بیشتری برای درمان ADHD داشته. اشتباه نکنید، نمیگم که اصلا چیزی به اسم اختلال کمبود توجه وجود نداره. من صلاحیت این رو ندارم که همچین حرفی بزنم. به هر حال میدونم که بیشتر روانشناسا میگن که همچین چیزی وجود داره، ولی هنوز مورد بحثه. چیزی که من به عنوان واقعیت میدونم اینه که این بیماری یه اپیدمی نیست. به بچه‌های الان همونطور که قبلا به سرعت لوزه‌های ما رو در می آوردن، قرص و دارو برای درمان ADHD داده میشه و به همون اندازه به دلایل غیر واقعی. بچه‌های ما در دوره‌ای زندگی میکنن که بیشتر از هر دوره دیگه حواسشون با حجم عظیم اطلاعات به شدت تحریک میشه و توجهشون رو بین انواع مختلف وسایل مثل کامپیوتر، آیفون، صدها کانال تلویزیون تبلیغاتی پخش میکنن. ما اونا رو به خاطر اینکه حواسشون پرت میشه تنبیه میکنیم و میخوایم به چیزهای حوصله سربر و خسته کننده توجه کنن. پس عجیب نیست که آمار ADHD و آمار DAA همگام با رشد سیستم امتحانی استاندارد رشد کرده. به بچه‌ها ریتالین و آدرول و انواع داروهایی که اغلب هم بسیار خطرناکن میدیم تا تمرکز کنن و آروم بشن.
بر اساس این نقشه اختلال توجه هرچی از غرب امریکا به شرق میریم بیشتر میشه. از اوکلاهاما کم کم علاقه بچه‌ها به درس کم میشه. در آرکانزاس دیگه تقریبا نمیتونن درست فکر کنن و وقتی که به واشنگتن میرسیم کاملا دیوونن. دلایل متفاوتی هم برای این هست. این یه اپیدمی جعلیه. اگه بهش فکر کنید هنر، البته نه فقط هنر بلکه علم و ریاضیات هم اینجوری هن. ولی به طور خاص در مورد هنر حرف میزنم، چون هنر مستقیما قربانی این روش فکریه. هنر مستقیما با تجربه زیباشناختی در ارتباطه و تجربه زیباشناختی وقتی که حواس شما در حد نهایتش فعاله، وقتی که در لحظه حال قرار دارید، وقتی که با چیزی که دارید تجربه میکنید کاملا همراه شدید، وقتی که کامل زنده اید. و داروی آروم بخش چیزی که حواس شما رو خاموش میکنه و شما رو در مقابل اتفاقایی که داره میفته بی‌تفاوت میکنه. و بسیار از داروهایی که به بچه‌هامون میدیم این کارو میکنن. در واقع بچه‌هامون رو به زور آروم بخش آموزش میدیم. من فکر میکنم باید کاملا برعکسش رو انجام بدیم. به جایی که بخوابونیمشون باید بیدارشون کنیم، باید اونها رو با چیزی که در درونشون مواجه کنیم. ولی مدل آموزشی که ما داریم بر اساس منافع توسعه صنعتی ساخته شده و بر اساس تصویری از اون. یکی دو تا مثال بگم. مدارس مثل خطوط کارخونه طراحی شدن. صدای زنگ، قسمت‌های جدا از هم که هر کدوم به طور مجزا به موضوع خاص می‌پردازه. هنوز بچه‌ها رو در گروه‌های چند تایی آموزش میدیم و بر اساس گروه سنی اونها رو در یک سیستم میچینیم. چرا این کارو میکنیم؟ چرا این برداشتو داریم که مهمترین شباهتی که بچه‌ها به هم دارن تقسیمشون بر اساس سنشونه؟ آیا مهمترین چیزی که بچه‌ها رو از هم متمایز میکنه تاریخ تولیدشونه؟ واقعا یک نگاه کارخونه‌ایه. من بچه‌هایی رو میشناسم که در سنین مشابه خیلی از همسنشون بهترن، یا حتی در ساعت‌های مختلف روز بهتر کار میکنن، یا مثلا در گروه‌های کوچک بهتر از گروه‌های بزرگ کار میکنن، یا حتی در تنهایی فعال‌ترن. اگه به بررسی مدل آموزش و اصلاح اون فکر میکنید یادتون نره که قطعاً این فرآیند از اصلاح نگاه خط تولیدی و کارخونه‌ای به آموزش و پرورش شروع میشه. غایت این سیستم اینه که همه رو شبیه هم بکنه و این امتحان‌های استاندارد و سراسری هم همشون برای اینن که همه رو مثل هم در بیارن. ما باید در جهت کاملا عکس این حرکت کنیم و این همون تغییر پارادایمی که من ازش حرف میزنم. به تازگی تحقیق خیلی خوبی شده روی مقوله‌ای به نام تفکر واگرا. تفکر واگرا همان خلاقیت نیست. تعریف من از خلاقیت فرآیند رسیدن به ایده‌های اصیل و اورجینالی که ارزش دارن. فکر کردن واگرا مترادف این نیست، ولی یه ظرفیت ضروریه برای خلاقیت. توانایی این که بتونی چندین جواب ممکن رو ببینی و چندین راه رو برای تفسیر یک سوال داشته باشی و اینکه فقط به صورت خطی و همگرا فکر نکنی و اینکه چند جواب ببینی نه یه جواب. Not just in linear or convergent ways. To see multiple answers, not one. So, I mean, there are tests for this. I mean, one kind of... بذار یه مثال بزنم. اگه از این نفر بپرسی چند مصرف برای گیره کاغذ وجود داره، اکثرا بین 10 تا 15 مصرف رو نام میبرن. آدم‌هایی که ذهن بهتری دارن میتونن تا 200 مورد مصرف رو بیان کنن. چجوری این کارو میکنن؟ مثلا میپرسن میتونه این گیره کاغذ 200 فوت طولش باشه و از فوم ساخته شده باشه؟ یا مثلا میپرسن همون گیره کاغذی که ما میشناسیم یه جوری دیگه‌ای هم میتونه باشه؟ حالا در این آزمایش که از 1500 نفر گرفته شده، اگه از یه حدی بیشتر جواب بدی، در تفکر واگرا نابغه به حساب میای. سوال من اینه که فکر میکنید چه درصد از آدم‌هایی که در این آزمایش بودن به حدی جواب دادن که نابغه حساب بشن؟ نکته دیگه اینه که کسایی که ازشون آزمایش به عمل اومد بچه‌های مهد کودکی بودن. شما چه تعدادی رو حدس میزنید؟ 8%؟ نه، 98%. این یه آزمایش دنباله دار بود و 5 سال بعد از همون بچه‌ها سوال شد در سنین 8 تا 10 سال. و 5 سال بعد دوباره ازشون سوال شد بین سن 13 تا 15 سال. این تست 2 تا چیز رو نشون میده. ما هممون این ظرفیت رو داریم و دوم این که بیشترش رو از دست میدیم و هر روز در این سیستم آموزش مدرن این ظرفیت افت میکنه. خیلی تأسف‌باره، مگه نه؟ مسئله مهم اینه که این بچه‌ها در طول این مدت تحت سلطه نظام آموزش مدرن بودن. 10 سال توی مدرسه ها بودن، جایی که بهشون گفته شده که یک جواب برای سوال وجود داره که یا ته کتابه یا در کتابای حل المسائل نوشته شده که البته ما بهشون میگیم نمیتونید نگاه بکنید، کپی هم نکنید چون تقلبه. البته بیرون مدرسه خودشون بهش میگن همکاری. دلیل همه اتفاقا این نیست که معلم‌ها اینجوری میخوان. دلیلش اینه که این سیستم بیمار اینجوری پیش میره، به خاطر اینه که این مشکل ریشه‌ای در ژنتیک سیستم آموزشیه.
ما باید در مورد ظرفیت انسان جور دیگه فکر کنیم و به انسان یک نگاه مبنایی متفاوتی داشته باشیم. ما باید برداشت قدیمی از تقسیم آدم‌ها به آکادمیک و غیر آکادمیک، انتزاعی و تئوریک و حرفه‌ای رو کنار بذاریم. باید بفهمیم که این یه جور خرافاته. باید بفهمیم که بهترین یادگیری در گروه انجام میشه و همکاری باعث رشده. اگه ما آدم‌ها رو از هم جدا کنیم و جداگانه در موردشون قضاوت کنیم، در واقع مانعی بین اونها و فضای طبیعی یادگیریشون درست کردیم. و مسئله مهم دیگه فرهنگ سازمانی آموزش پرورش ماست و اونجوری که به دانش آموز نگاه میشه.